هم میهنان عزیزم، لحظاتی سرنوشت ساز پیش روی ماست. کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است و هدف آن جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است، نه کشور و ملت بزرگ ایران. اما با وجود رسیدن این کمک، پیروزی نهایی همچنان به دست ما رقم خواهد خورد. این ما ملت ایران هستیم که در این آخرین نبرد کار را تمام خواهیم کرد. زمان بازگشت به خیابانها نزدیک است. اکنون که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، پیام من به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور روشن است. شما سوگند خورده اید حافظ ایران و ملت ایران باشید، نه حافظ جمهوری اسلامی و سرکردگانش. وظیفه شما دفاع از مردم است، نه دفاع از رژیمی که با سرکوب و جنایت میهن ما را به گروگان گرفته است. به ملت بپیوندید و به یک گذار باثبات و امن کمک کنید. در غیر این صورت با کشتی در هم شکسته خامنه‌ای و رژیمش غرق خواهید شد. و پیام من به رئیس جمهور ایالات متحده پرزیدنت ترامپ این است: ملت شریف ایران با وجود سرکوب و کشتار وحشیانه این رژیم نزدیک به 2 ماه با دلاوری ایستادگی کرد. اینک از شما می‌خواهم بیشترین احتیاط ممکن را برای حفظ جان غیر نظامیان و هممیهنانم به کار ببرید. مردم ایران متحدان طبیعی شما و جهان آزادند و یاری شما در سخت‌ترین دوره تاریخ معاصر ایران را فراموش نخواهم کرد. و به شما هممیهنان عزیزم در ایران، در این ساعتها و روزهای حساس بیش از هر زمان دیگر باید بر هدف نهایی خود متمرکز بمانیم: باز پس گرفتن ایران. من از شما می‌خواهم که در حال حاضر در خانه‌های خود بمانید و آرامش و امنیت خود را حفظ کنید. هوشیار و آماده باشید تا در زمان مناسب که به طور دقیق به اطلاع شما خواهم رساند برای اقدام نهایی به خیابانها بازگردید. پیام‌های من را از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ماهواره‌ای دنبال کنید. اگر در اینترنت و ماهواره اختلال ایجاد شد، از طریق امواج رادیویی با شما در تماس خواهم بود. ما به پیروزی نهایی بسیار نزدیکیم. میخواهم هرچه زودتر در کنار شما باشم تا با هم ایران را پس بگیریم و دوباره بسازیم. پاینده ایران.